نیمه دوم روز 13 ایون سال 2023 در بازداشتگاه رقم 1 شهر دوشنبه مرافعه پرونده نو و اینک چهارم به ضد ادوکات زندانی بزرگمیر یوروف آغاز یافت. محکمه پرونده را دادگاه شهر وحدت بر عهده دارد. از طرف نزدیکان بزرگمیر یوروف به خواهرش خاصیت یوروف اجازه دادند که در مرافعه اشتراک کند. خاصیت یوروف در این پرونده همچون یکی از شاهدان اساسی نیز می‌گذارد. بزرگمیر یوروف که الکی به 28 سال زندان محکوم شده است، حالا بر اساس قسم 4 ماده 247 کودش جنایتی تاجیکستان به قلابی مشخصا گویا طلب کرده گرفتن 42500 سومونی از یک محبوس با نام حسن اسانوف عیبدار می شود و او بر اساس این بند قانون تا 12 سال زندان تهدید می کند. پرونده نو به ضد یوروف بر اساس شکایت حسن اسانوف نام دعواگر است که همراه این ادوکات شناخته در محبس نو در کنار شهر وحدت ادای حکم میکرد. او ادعا دارد که گویا یوروف هنگام در محبس یک جای قرار داشتنشان با روی فریب به باوری او در آمده در عوض مساعدت حقوقی به رهایی‌اش از محبس 41500 سومونی طلب کرده است. اسانوف ادعا دارد که این پول را همسرش به خویشاوندان یوروف داده است. جمشید یوروف برادر بزرگمیر یوروف و رهبر بنیاد بزرگمیر، یک سازمان حامی حقوق انسان که در پولش تأسیس داده است، روز 13 ایون در صحبت با پایگاه خبری بامداد اتهام پول گرفتن از اسانوف را بافته و تهمت نامید. آخر بزرگمیر اگر این خیل آدم زور و با نفوذ می داشت و کسی را از محبس برآوردن می توانست، خودش را می برآورد پیش از همه. حتی خود حسن اسانوف با ارسال یک پیام از داخل محبس اعتراف کرده است که او را با فشار به دادن چنین بیانات و دعواهای ساخته مجبور کردند. این یک انتقام مقامات برای سخنان بزرگمیر در روز پرزیدنت است و هم انتقام برای مظفر حکیموف که مفتش پرونده اولی او بود و 8 سال پیش در اساس بیانات بزرگمیر برای برآمدن از حد وکالت از کار رانده و حتی یک مدت حبسم شد. میگوید جمشید یوروف. او می افزاید که تفتیشات طلبات‌های بزرگمیر یوروف برای روبرو کردنش با دعواگر و شاهدان را که گویا چگونه از همسر اسانوف پول گرفتن خویش و تبار ادوکات زندانی را دیدند رد کرده است. در این پرونده از او یک ادوکات از طرف دولت تعیین شده حمایت میکرد که کسی از خویش و تبار یگان بار او را ندیده است. او هم قبل از آغاز مرافعه زنگ زده به نزدیکان یوروف خبر داده است که او از ادامه حمایت بزرگمیر دست میکشد. به جای وی گویا کدام نفر دیگر را ادوکات تعیین کردند، ولی او هم یگان بار با اهل خانواده تماس نگرفته است و ما حتی نامش را هم نمیدونیم که او کیست. با بزرگمیر نیز تا حال شرطنامه نبسته است. اتفاقا خبر شروع دادگاه را هم ما با همین سبب فهمیدیم که حتی دادرس این ادوکات را پیدا کرده نتوانسته است و به خاصیت خواهر بزرگمیر یوروف زنگ زده خواسته است که ادوکات را گرفته به مرافعه بیارند. نقل کرد جمشید یوروف. او میگوید تلاش پیدا کردن ادوکات مستقل برای برادرش بیفایده است، چون که از ترس از دست دادن کار خود یگان ادوکات در تاجیکستان پرونده بزرگمیر را به عهده نمیگیرد. بزرگمیر یوروف پرونده هایش را صرف سیاسی و تعقیب برای اجرای وظیفه کسبیش میشمارد. سازمان های حامی حقوق بشر از جمله هیومن رایتس واچ، عفو بین المللی و کمیته هلسینکی نروژ نیز بزرگمیر یوروف را محبوس سیاسی عنوان کرده چندین بار از حکومت تاجیکستان رهایی بی قید و شرط او و دیگر وکیلان مدافع زندانی را طلب کردند. سازمان ملل نیز سال 2018 حکم یوروف را بی اساس شمرده از حکومت تاجیکستان آزاد کردن او را طلب کرده بود، اما دوشنبه این طلب سازمان ملل را نپذیرفت.